دوست داشتن خودمون چه شکلیه؟ سعی کردی خودتو دوست داشته باشی؟ من همیشه خواستم که پدر و مادرم منو تو زندگی تایید کنن و بعد از اون سعی کردم تایید دوستان، اطرافیان و همسر و یا هر شخصی که به نوعی باهاش در ارتباط بودم رو به دست بیارم. این تاییدها شامل رفتار، پوشش‌ها و یا حتی انتخاب‌های من بوده. انقدر تو زندگی سعی کردم تایید اطرافیان رو بگیرم که از خواسته های خودم غافل شدم و از خود درونم دور شدم. فرزند خوب بودن، دوست و یار خوب بودن، همسر خوب بودن، مادر خوب بودن، کی این خوب بودن رو تعریف کرده؟ استاندارد این خوبی چیه؟ آیا تو هم سعی کردی که برای خودت خوب باشی؟ آیا اصلا خودتو دوست داری؟ اینکه دیگران تاییدت کنن چه تأثیری روی تو داره؟ این تایید تا چه اندازه برات مهمه؟ این دیگران شامل چه کسانی میشه؟ دوست من، به یاد داشته باش باید اول برای خودت خوب باشی. خوب بودن به معنی دوست داشتن خودته. این به معنی مغرور بودن نیست. به این معنا نیست که دیگران ارزشمند نیستند. این به این معنی نیست که به دیگران بی احترامی کنیم، بلکه به این معناست که اول خودت رو دوست داری و برای خودت ارزش قائلی. هر کسی که هستی، هر جایگاهی که داری، علیرغم همه اشتباه‌ها و خطاهای زندگیت، برای گذر از هر وضعیت نامطلوبی باید خودتو ببخشی و دوست داشته باشی. بهت پیشنهاد میکنم که ویدیوی قانون بخشش رو ببینی. خودتو دوست داشته باش و به خودت محبت کن، حتی اگه دیگران نتونن اینو ببینن. به شخصیت و ویژگی‌های منحصر به فردت ارزش بده، چرا که اینا تو رو خاص میکنن. هر چهره‌ای که داری، هر هیکل و اندامی که داری، هر چیزی که هستی، فارغ از اینکه دیگران چه نظری درباره ظاهرت میدن، خودتو دوست داشته باش. با قضاوت‌های جامعه کاری نداشته باش. استانداردهای جامعه همیشه در حال تغییرن و ثابت نیستن. اگه بخوای جامعه تو رو تایید کنه، اون وقت همیشه باید در حال تغییر ظاهر خودت باشی. به یاد داشته باش که تا همین چند سال پیش لب‌های کوچیک مورد تایید همگی بود، ولی حالا بسیاری از بانوان ما لب‌هاشون رو ژل میزنن تا از استانداردهای جدید زیبایی جامعه عقب نمونن. اما اونها نمیدونن که در واقع با چه چیزی و یا با چه کسی در حال رقابتن. رقابتی که هیچ برنده و بازنده‌ای نداره. واقعاً کی میتونه بگه زیباترین کیه؟ زیبایی چه ملاکایی داره؟ ما باید بدونیم که علایق و خواسته های آدم ها با هم متفاوته، پس هیچ استاندارد کاملی وجود نداره. پس چرا خودتو اذیت میکنی؟ با کی داری رقابت میکنی؟ کمی فکر کن. بیا برای خودت استاندارد تعریف کن. استانداردی که خودت حالت با اون خوبه. به ارزش ها و استانداردهای خودت پایبند باش، چرا که اینها هویت تو رو شکل میدن. خودتو دوست داشته باش و با بقیه کاری نداشته باش. اگه با کسی تو رابطه عاطفی هستی که تو رو اونطور که هستی دوست نداره و مجبوری ظاهرتو تغییر بدی، از اون رابطه خارج شو. تو به استانداردهای خودت پایبند بمون. اون وقت کسی که لایق تو باشه پیدا میشه. نگران نباش، این کار رو قوانین کائنات برات انجام میده. بهت پیشنهاد میدم برای آشنایی با این قوانین
ویدیوی قوانین کائنات رو ببینی. اونها به تو کمک میکنه تا این موضوع رو عمیق‌تر درک کنی. اگه خودتو دوست داشته باشی، کسی سراغت میاد که تو رو همونطور که هستی دوست داره. دقت کن به اطرافت. ببین دخترایی رو که به خاطر راضی نگه داشتن پارتنرشون چه کارهایی میکنن. آیا این باعث شده که روابطشون زیباتر بشه یا دوام داشته باشه؟ آیا این باعث شده پارتنرشون وفادار بمونه و اونا رو ترک نکنه؟ بیا با خودت صادق باش. تو این گفتگو فقط تو هستی و خودت. قرار نیست نتیجه رو با کسی در میون بذاری، ولی ازت میخوام که خودتو فریب ندی. اگه میخوای دوست داشته بشی، که البته این یه خواسته ذاتی ما آدماست، خودت رو شخص ارزشمندی بدون. خودت رو با همه کمی‌ها و کاستی‌ها دوست داشته باش. حتما تو وجود تو هم چیزی با ارزش نهفته شده. فقط کافیه که اون رو کشف کنی.